با سلام خدمت دوستان. ما توی چنل جدیدمون میخوایم یه سری مینی ویدیو بسازیم که بتونیم یه سری مشکلاتی که ممکنه توی نرم افزارهای رندرینگ و مدلینگ ایجاد بشه و همچنین تو بحث معماری یا سازی بتونیم قضیه رو حل کنیم. واسه شروع اومدیم از نرم افزار آنریل استفاده کردیم و ممکنه بعضی از بچه‌ها که آنریل کار میکنن یه سری خطاها دیده بشه توی کارشون، میخواد کار کنن ممکنه با یه سری خطاها مواجه بشن. یه نمونهش اینه که وقتی دکمه پلی رو میزنیم ما اینجا یک خطایی در واقع میاد به نام lighting need to be rebuilt. واسه ما این پیغام خطا رو میده. راحت ترین راه و سریع ترین راهمون اینه که چیکار کنیم؟ میایم تو قسمت list of word، اینجا open level blueprint رو میزنیم، یه راست کلیک میکنیم، مینویسیم event begin play. اینه که زدیم میایم دوباره راست کلیک میکنیم و از اینجا یه دستور دستور execute console command رو میزنیم. توی قسمت کامنتش میایم چی مینویسیم؟ این دستور رو مینویسیم disable all screen messages. اینه که زدیم کامپایل و سیو میگیریم. بعد از که سیو گرفتیم میبندیم. حالا بیایم اگر پلی رو بزنیم میبینیم چه اتفاقی میفته. کلا این پیغام از بین رفته. تو قسمت در واقع ویوپورت پلی ما کاملا چی شده؟ از بین رفته. حالا این یک در واقع پروژه نصف و نیمه هست که حالا حجمش زیاد بوده، یه خورده تغییرات رو توی لندسکیپش رو فعلا درست کردیم. حالا برسیم بعدها توضیح خواهیم داد که اگر اون باقیمون ما میتونیم در واقع مابقی نرم افزارها و مشکلاتی که حالا ممکنه توی آنریل داشته باشه رو ما حل کنیم. سابسکرایب یادتون نره. فعلا خداحافظ.